کدام سرود شما رو بیشتر شهرتیار کرد؟ کسلی سیل این کسلی توابت شونده است. برعکس نشده است در سوزیر؟ جنسی لطیف. روغنی سگو روغنی خیرس. عجب عجب نازی تو چشمان پر ناز تو سایه ها مرا شکستن شاخه ها جاده رو بستن. سلام اکای حبیب، خوش آمدید. سلام سلام سلام. بسیار خرسندم از اینکه آمدید و خوش آمدید البته. بله البته خوش آمدید و نخستین سوالی منم این بود که نوترین سرود شما کی نشر می شود؟ کی یعنی که شاعرانه اگر بگوییم دلها را شاداب می‌کردند. شاداب یک نقشه دارم به نزدیکی میخواهم همین کار رو کنیم با یک جایگاه یک سراینده دیگر که سراینده جنسی لطیف. این مخفی است، حاضر آشکار کردنی نیستم سری این سرود رو. یک جای با یک گلدختر تاجیک سرود میخونیم. بسیار سرودی ناز با آهنگ دوران رحمتزاد، دوستی نزدیکی ما. دوران رحمتزاد استاد عزیزی ما دوستی نزدیکی ما یک سرودی نقض کرده است. همون رو ما تصمیم گرفتیم که در روزهای نزدیک تکمیل موسیقیش رو انجام داده ثبت کنیم و این یک نویگری میشد. میخواستم آن رو با واسطه برنامه خودی همین برنامه ما آن رو پیشکش بهترین میشود. این هم اقدامی خوب هم برای ما، برای تماشابینان ما هم یک هدیه خوب میشود. من خیلی سپاسگزار هستم از اینکه شما این شرف رو برای ما میدهید. در عموم آهنگ کمی رقصی و لیریکی است. کمی رقصی، نه پر رقصی. کمی تویانه نیستم به هر حال. خدا با شکر. در همین جا یک سوال ذهن من آمد که به فکر خودتون کدام سرود شما رو بیشتر شهرتیار کرد؟ سرودای بسیار داشتم. در نه کدامش بیشتر از همه؟ بیشتر من فکر میکنم در سمت‌های گوناگون کار کردم. در سمت‌های کلاسیکی، ژانر کلاسیکی استرادی هم کار کردم. ژانر پاپ دنس، پاپ تکنو، تکنوزاپ، در بسیار ژانرهای استرادی کار کرده بودم. اولین وقتی که من همین تجربه سرایندگی خود رو از سرودهای تاجیکی انگلیسی اول سر کرده بودم، بعد به تاجیکی گذاشتم. وقتی که تاجیکی رو سرودی بارونک بود که یک شهرت کلان آورد و من همچون شخصیت، همچون سراینده شناخته شده، همچون سراینده گروه فرزین بودم. در شینا کلی جوانان مرا دوست می‌داشتن. در اون وقت جوانانی که واسه سینه‌شون از بالا است، شاید نمیدونم کلان شدگی آنها. انا لیکن در بین زیوریان مردمی فرهنگی، یعنی من این یک فکرانیشون فلسفی است و من دارای به کمالات رسیده آنها بیشتر بین آنها من با سرودی سایه ها مشهور شدم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا به قسمت ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا به قسمت ماندم در بند ظلمت. لعنتی دنیا به قسمت ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند. میگویند که همین سایه ها از قسمت خودتون قصه میکنند. نه این سایه ها یک چیزی فلسفی است. همون سایه ها این فلسفه درختی است. هیچ یگان علاقمندی به حیات من شیرین است، حیات من تلخ نبود و نخواهد شد. بگذار شیاری هر یک شخص باشد. بله واقعا خود را هیچگاه شکست ندهید. این تنها سرود است، یک متن است، متن زیباست، یک سرود است که پسند همگان گردیده است. و یک سوال دیگر، همین گونه از شما پرسیدن برای که مثلا من در تجربه خودم میگم که همین ترانه رو برای من نوشته، از زندگی من نوشته. من بعدا شوخی کردم میگم که ها از زندگی تو برای تو نوشتم، لیکن پولش رو از فلانی گرفتم. همین گونه در تجربه احسان در هر یک متن، در هر یک سرود هر کس یک
شاید جزء یک از خودش قسمت رو خود رو می‌بیند. می‌بیند یک از زندگی خود یک چیز رو پیدا می‌کند در متن و در فهمش همون سرود برای همین ما گفته نمی‌تونیم که یک کس این سرود رو خوان این حیات اوست. من تا این موضوع رو گپ نزنم خوابم نمیبرد و البته انصافاً هم باید گفت که از سفیر پیشگیری سیل نپرسیدن درباره بیماری سیل این عیب کلان است. به همین خاطر هم من از شما درباره همین پیوست شویتون به مبارزه ضد سیلی و همچون سفیر پیشگیری سیل شناخته شدن و اعتراف شدن تون من میخواستم دو سه جمله بپرسم. حضور شخصی من امروز در همین جا محض همین بیماری سیل است؟ بیماری سیل همچون من که من در دو سال میشود که همچون سفیر پیشگیری سیل در تشکیلات همکاری بازداشت سیل در تاجیکستان کار و فعالیت میکنم و یک میخواستم همین سهمی خود رو گذارم همچون سفیری بازداشت سیل. من میخواستم که باز یک دو سه معلوماتی که مهم هستند برای تماشابین، برای اهالی، برای کلی مردم مهم هستند از زبان شما درباره بیماری سیل، مثلا نشانه های بیماری سیل کدام ها هستند، طبابت بیماری سیل چگونه است، چون که شما سفیر پیشگیری سیل هستید و البته بهتر از شما تنها طبیب میدونن. خب چی گفتنی دارم در این بابت؟ من دوستان عزیز، مردم مهربان، بیاید یک چیز رو در خاطر گیریم که با همین اصول روغن سگ و روغن خرس خود رو معالجه نکنید. این همه دروغ است. بگذار به نزد پزشکان، طبیبان روید و یاری اولی طبی خود رو گیرید و توصیه ها رو از خود دکتر گیرید. پیش از همه چیز رو گفتم کسلی سیل این کسلی طبابت شونده است. کلا طبابت می شود. اگر شما سری وقت به نزد طبیب روید شما سری وقت خود را صحت میکنید، از این کسل رها مییابید. و نشانه های کسل چی است؟ تبی بلند دارد، آدم لاغر می شود، زود مانده می شود، هنگام خواب شب خواب کردن بسیار عرق میکند بدنش. من سلفه دارد، سلفه که در سلفه که 2 هفته دوام میکند، بلغم دارو 3 هفته دوام میکند، همین است. بعد باز اشتها ندارد، اشتها ندارد، لیکن همین را گفتنی هم که در همین حالت وقتی که مشاهده میکنید این چیز نشانه ها را حتما نزد دکتر روید. نزدیکترین دکتر روید و توصیه خوب میدین و شما رو به جای لازمی روانه میکنند، تشخیص میکنند و میفهمید. و این رو هم علاوه کردنی بودم که کسلی سیل کسلی طبابت شونده است، از بطن مادر به طفل هم نمیگذرد، هنگام شیر دادن به کودک نمیگذارد، در بسیار حالت‌ها اساساً با راه هوایی قطرگی میگذارد. به همین از این لحاظ خود رو احتیاط کنید و به همین وقتی که شما مشاهده کردید همین نشانه ها رو حتما وقتی خود رو صرف نکرده به دکتر التماس به دکتر مراجعت کنید، برای که سری وقت شما این کسل رو باید پیشگیری کنید. تمام داروهای ضد سیلی در جمهوری ما رایگان است، به همه میدهند، رایگان است. خود را طبابت کنید و سری وقت که طبابت کردید شما از این وبا خود را رها میکنید. بله، سپاس یک جهان سپاس. واقعا هم بسیار معلوماتی پره مفصل بود که بعضا وقت نه هر کس این گونه معلومات داده میتوند. من راستی گپ از دوران کودکی واقعا هم خیلی که شما گفتید الکی من به شما چند بار گفتگی هستم که من مخلص بودم. ما هم زیر نوای ترانه های شما بزرگ شدیم، رقص میکردیم در کوچه ها و هر وقت زمزمه میکردیم. هرچند من آوازخوان نیستم، دعوای آوازخوانی هم ندارم، لیکن به هر حال همه مردم یک چیز زمزمه میکنن برای خودی که در کوچه خودتون یک پارچه آن سرودی که میخواهید من آن رو اجرا کنم زمزمه کنید من گوش کنم. من زمزمه کردن نمیدونم. من میخواهم همه شما در بریم برنامه من گرچند مهمانم باشم میخواستم که همه شما یک پارچه کوتاه که زمزمه کنید بعد من خودم از سر نو اون رو زمزمه. برعکس نشده ایست از سوزیر جایی که من از شما خواهش کنم که یک پارچه شما زمزمه کنید. همین رو قید کردم که احسان بسیار صدای خوب دارد، صدای سرایندگی دارد. خواهش میکنم که از یک پارچه از ترانه عجب عجب
که بسیار ما دوست می‌داریم. واقعا هم یکی از نماهنگ زیبا هم داشت همون وقتا. هر کس نماهنگ بود. بله، نه هر کس نماهنگ زیبا گرفته میتونه یک در سطح کسبی کسبیت بلند یک نماهنگ زیبا ثبت شده بود. راستی من هم بارها تماشا میکردم. همین رو قید کردنیم که عجب سرودی даврони раҳматзод аст. Аввалин суруди аст ки мо бо ҳамкорӣ онро тайёр кардем, худаш тайёр карду, такмили мусиқияшро Фарҳод зикр карда буд ва сабт кардем. Бисёр суруди олӣ баромад. Як порча. Як порча бале. عجب ناز تو، چشمای پر ناز تو، بلبل خوش خان من تشنه ساز تو. عجب ناز تو، چشمای پر ناز تو، بلبل خوش خان من تشنه ساز تو. آن سحر نگاهت مرا مجنون کردن. عجب ناز تو، چشمان پر ناز تو، بلبل خوش خان من تشنه ساز تو. عجب ناز تو، چشمان پر ناز تو، بلبل خوش خان من تشنه ساز تو. بهترین. احسن. واقعا بسیار ترانه زیبا است. هم لحنش زیبا است، هم موسیقی زیبا دارد. و من از شما پرسیدنی بودم که شما کی خوجند رفته بودید و کنسرت داده بودید؟ خوجанд рости гӯям сафарҳои зиёд доштам ва сафарҳои ҳунариам на он қадар зиёд буд. Аввалин сафари ҳунариам соли 2001 буд. Ба фикрам дар кохи Камоли Хуҷандӣ консерт доштем. Баъд аз он дар як чорабинии давлатӣ буд ки дар ҳамон плошад баромад кардем. майдон. Дар майдони ҳоло Исмоили Сомонӣ аст. Дар ҳамонҷо ҳамон вақт рӯзи ҷавонон буд. Чӣ буд дар ёдам нест ки як тамоми мардум омада буд бо мо. Дар онҷо гурӯҳи Иқбол баромад карда буданд, Фирӯза Алифова буд, Олимҷон Воҳидов буд, гурӯҳи Адиб буд дар он вақт, онҳо баромад карданд. Бисёр буданд сарояндагони аз гурӯҳҳои легендарни гуфти рӯсо. Дилноза Каримова буд. Дилноза Каримова ҳам баромад карда буд дар онҷо. мо ҳама консерти ҳамин обши консерти якҷоя консерт доштем. рӯзи ҷавонон буд ба фикрам. мағзи гап дар охир ҳамин аст ки ман муроҷиат мекунам ба ҳама мана мардуми меҳрубон, мардуми шарифи мо ки бигзор инсондӯсту меҳрубон бошанд ва якдигарро дастгир кунанд. бисёр ҳамин масъалаи доғгузории сил, ҳаминро қайд карда меоям ки дар байни мардуми осебдидаи сил бисёр доғгузорӣ байни мардум меравад. ба ҳамин аҳамияти ҷиддӣ диҳед ва доғгузорӣ нашавад. беҳрубон бошед. нисбати касалҳои ҳамин осебдидаи сил ҳастанд ки ба онҳо гапи ганда гуфтан дар кор нест. мо ҳама мардум дастгирӣ кунем якдигарро. ташаккури зиёд. ман фикр мекунам ки як суҳбати хубе доштем, ҳарчанд вақтамон кӯтоҳ ки буд. ман умедвор ҳастам ки дар барномаҳои дигар боз ҳам даъвати моро мепазиред ва боз ҳам аз таҳи дил суҳбат мекунем.